خطر آیز دنجر. سلام، عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که این چند روز عید و بعد عید رو به بهترین نحو بگذرونید، خیلی لذت ببرین ازش، خوشحال باشین، کلی تجربه‌های جدید کسب کنین، سلامتی و خوشحالی و پول برای همتون بچه آرزو میکنم. امروز قرار مهدی بریم سمت پلویی که توی اصفهان هست و اونجا قرار روی دیوارایی که قبلا یه سری رفتن خاطره نوشتن نقاشی کردن اینا، قرار ما بریم اونجا چاپ بزنیم. انواع چاپ داریم ولی ما 4 تاشو فعلا یاد گرفتیم: ترافارت، چاپ لینو، مونوتایپ و مونوپرینت. که چاپ ترافارت با طرح طرحتون روی طرح میکشیم، بعد باید با کاتر و قیچی و اینا طرحتون رو اون قسمتاشو ببرین، با ابر اینجوری تپ 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 میزنین روی جایی که میخواید چاپ بشه. به خاطر اینکه ترافارت فقط همینو کار کردم، امروز هم قراره که همینو بریم بزنیم روی دیوار. الان ساعت 8، ما 1 ساعت دیگه باید بریم با مهدیس سفرمون رو شروع کنیم. سفر یه روزه، چند ساعت اصلا قراره بریم. منتظر اتوبوسیم. رسیدیم، نه هم نرسیدیم ولی پیاده شدیم. اینجا 2 تا شکوفه میبینم، یکی مهدیس یکی اون درخته. فکر کنم که همینجاست. فکر کنم رسیدیم. بدون من و تو باشه. راست میگه. امیر بهادری، همدان. ببخشید من بهادری. اینجا هر کی بخوام محمد رضا. محمد رضا 1402. کی؟ شوخی میکنی؟ میگم خیلی از مغزمون استفاده نمی‌کنیم موقع چیکار کنیم؟ چیکار داریم کنیم؟ یه چیزی که نمی‌بینم. حق میگه فقط پول. امیر عباس تا داری میچسبونی من توضیح بدم. نمیچسبه؟ مشکل اول بعد از اینکه اینجا قاتل بود چسبمون نمیچسبه. آره. آها چرا اصلا اینجا نمی‌ذاره؟ از توش آب چکی؟ آره بچه گوش رو گذاشتیم رو و از اینجا یهو آب میچکه. اگه بعداً چنل یوتیوبمو بزنم و فلان و اینا، این میشه اولین ویدیویی که من رسما توش بودم. بچه‌ها ما چند دقیقه بود که داشتیم ویدیو میگرفتیم و اینو چاپ زدیم. بعد حواسمون نبود که میکروفونامون رو باید وصل کنیم و روشن کنیم، ولی چاپ زدیم. اینو از چاپ ترافارت استفاده کردیم. آفرین. و با تلق چاپش زدیم. تدا! البته یه کمی عجیب شد ولی بازم قیافش شبیه قاتل هست. به هر حال فرست اکسپریانس بود دیگه. آره بهتره اون قاتل بود که اونجا دیدیم. چرا این اینقدر زومه؟ این قاتلی که اینجا کشیدیمش آدم خاره. کشیدیمش؟ آره چاپش زدیم. میکروفون دارم احساس کنم آدم خاره. هانیبال لکتر. چطوریه که پرونده اینو ندیدیم؟ یه دونه پرونده داره. این بخاطر اینکه چاپه یه کمی شبیه مناطق محروم شد محمد قلی بازم خودشه. چقدر عجیبه. آره آقایی که اینجاست و ما حس می‌زنیم که معتاده همینطور داره قدم میزنه شایعه گوش میده. نه قبل شایعه گوش نمیداد، الان داره قدم میزنه شایعه گوش میده. بعد اون موقع یه چیزی شبیه سرنگ تو دهنش بود. خلاصه که این ممکنه هیچ وقت آپلود نشه. هروئینی اون پشته دیدین آن چکی؟ هروئینی اون پشته اینجا پشت است. اینو میخوام میکشم. فکر نکنم مسش بشه. میترسم. خب این سرش این از این این از این
مزه است. کاشکم نیفت. آرتیست قرنی شما قربونت برم. اوکی. تو این راکر رو می‌نویسی؟ این راکر رو. آره. تصمیم گرفتم که اسمم بنویسم پایینش. اینی چی؟ خیلی خوشحالم بچه‌ها. با ما همراه باشید. واقعا تجربه جالبیه. آره امیدوارم واقعا. که بتونین امتحان و تجربهش کنین. خب نوبت شماست. او مای گاد. با ما باشید. بعدش آخره. بخش اصفهان درونم زد بیرون. چی می‌خوای بکشی؟ نشون همون بده چی راکی که می‌خوای گفتی و دیگه. آها راکر رو. آره دیگه. شما گفتین اینو میکشی؟ گفتم بله. اشکال نداره. داره روی محمد می‌نویسی. می‌کشی. حالا اشکال نداره. اشکال داره. تا محمد نمیشه. ناراحت میشه. من از همین مهدیه تریبون این؟ از نه این محمده. مهدیه این محمده این مصطفی. مهدیه. این محمده. مهدیه. اوکی. خیلی جالبه. من از همین تریبون از مهدی عذر میخوام و مصطفی. عجیب شد یکم. چه خیلی عجیب شد. بیا حلش کردم برام. ایزی. بعد دیگه اومده وسط اینجاها رو چیز زده مثلا داری چطوری میگیری کارو؟ ما با مزه این چی جدی ما با مزه این. ما با مزه این که اینجا چی گیری داره دیگه کجا چی گیری داره اینجا چی گیری داره اینجا چی گیری داره اینجا چی گیری داره دیگه همین دیگه راک. با تاکید روی که بذار تشدید باید می‌ذاشتی روش. بذار باید از کل راک تجهیزاتمون عالیه. از اون خیلی جالبه. داداشم. هانیبال رو باید کنارش بنویسیم. میخوای اسپرش رو ببینی؟ برنامه میره تو اینجا مگه این نیست؟ نه ها آیه 2 تا ان داره باز میخوام اینجا بنویسم ماهی آره بنویس پایینش ماهی. حالا اینجا سر انبکوته بچه ها چه واسه دماغش نداره. یه نقطه بذار نشو. یه نقطه بذار یه دونه نقطه. خیلی بامزه شد همین خودم من وقتی چت باشه واقعا شدید. تو وقتی بعد از بیخوابی میای مدرسه احساس کنم نشون بده میخوای چه بکشی؟ آخه احساس کنم قراره شکست بخورم اشکال نداره منم شکست خوردم. باشه از شکست نترسید همیشه شروع کار سخت‌ترین استپه Do it! ایزی Just do it! فعلا زنده موندن اینجا سخت‌ترین کاره بی ای نوشتم. بود شدیه حالا نوشتم به دیگه.
مزه شد؟ آره یه دونه چشم داره از اون چقدر دندون گذاشتن کار سختیه. ایوه این منم بچه ها. میدونین این منم کی؟ این منم وقتی که غذا میخوام. نظرم که خیلی کیوتم ولی نه چیزی که من کشیدم ترسناک‌تره. دوستان عزیز قراره که بهتون توضیح بدم که لینو چیه. بچه‌ها این لینوه. لینو برای چاپ دستی استفاده میشه. یه حالت نرم طوری داره که بتونیم با مقار، سرشون تیزه و شکل‌های مختلفی دارن، با مقار میتونیم اینا رو بکنیمش، مثل کنده‌کاری روی چوب میمونه. بعد میایم اون قسمت‌هایی که سفیدی داره رو میکنیم و طرح اون در میاد. رنگ افست، با رنگ افست میتونین چاپ دستی بزنین. با رنگ‌های دیگه هم میشه ولی خب بهترینش فعلا همینه. رنگ افست رو با کاردک میزنین روی یه صفحه‌ای مثل پالت که ما پالت همراهمون نیاوردیم، پس میزنیم روی پلاستیک با تشدید روی پلاستیک کمی زدیم. بعدش قلتکتون رو باید بزنین روی رنگی که با کاردک پخش کردین تا قلتکتون آغاشه به رنگ افست بشه، بعد بزنین رو کلیشه. طوری ایزی پیزی. باید توی این ویدیو هم به چاپ هیت بدم. بچه‌ها من از چاپ متنفرم. خیلی کار مسخره. چاپ لینو نه یا چاپ ترافارت، ولی مونوپرینت و مونوتایپ مسخره ترینه. قبول نداری؟ آره ولی بازم این مثلا جالب تره، چون که تو یه دونه کلیشه داری، زجاتو میزنی سرش، بعدش دیگه داریش تا ابد. فکر کنم خوبه دیگه، ولی فکر کنم چاپ نمیشه رو دیوار. آره بعد تازه به خاطر اینکه کار چاپ همش چاپ نمیشه. خب یعنی چی؟ من این همه رنگ رود میزنم که تازه نصفت هم چاپ نشه. بچه‌ها خیلی مسخره است واقعا پروسه چاپ. نمیدونم چرا اومدم ولاگ دارم ازش میگیرم در صورتی که از کار خوشم نمیاد. بچه‌ها چاپ مسخره. بعد ما ساعت 9:30 10 از خونه زدیم بیرون، گوشی من 15% بود. Thank you to کسی که پاور بانک کشف کرد. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدین و با ما همراه بودید. با ما باشید و مانا باشید. مواظب خودتونم باشین. خاکی شد. بکن سرتو. اوه خورد. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. به 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 به. خانومیه داره میگه که من از همه دیگه خستم. داره با گوش حرف میزنه.